سلام به تویی که تصمیم گرفتی یه قدم دیگه برای خودت برداری. میدونی من باور دارم کلمات قدرت دارن. قدرتی که میتونه زخمی رو مرهم کنه و دل مرده‌ای رو زنده. شاید برات سوال باشه که چرا یه جمله ساده مثل تو کافی هستی میتونه حتی اشکتو در بیاره. چون ما توی دنیای بزرگ شدیم که همیشه ازمون بیشتر میخواست. موفق‌تر، قوی‌تر، جذاب‌تر، خوشگل‌تر. اما گاهی یه جمله ساده میتونه مثل آغوشی باشه. میتونه دلگرمی باشه. تو مجبور نیستی قوی باشی. مجاز به شکستنم هستی. وقتی هیچ کس نمیفهمدت، خودت باش که خودتو بغل میکنی. اگه همه چیز خوب پیش نرفت، اشکالی نداره. هنوز نفس میکشی. هنوز زنده ای. به خودت حق بده که خسته باشی. ولی یادت باشه هنوز ارزشمندی. راستشو بخوای منم خیلی وقتا میبرم. آره، درست مثل خودت. خسته میشم. ولی بعد از یه استراحت کوتاه دوباره قوی تر از قبل بلند میشم. برمیگردم. بهم قول بده. اگه جا زدی بازم بلند شی. آخه تو این دنیا فقط خودتی که میتونی خودتو نجات بدی. یه لحظه بهم گوش کن. چشاتو ببند. دستتو روی قلبت بذار. یه جمله آروم بخش. با صدای قشنگ خودت برای خودت تکرار کن. اون جمله چی بوده؟ جمله‌ای که روحتو نوازش کرد چی بوده؟ شاید جمله تو نجات دهنده یه کسی دیگه ای باشه. این زیر تو کامنت ها برام بنویس. دوست خوبم، ممنونم که با قلبت منو همراهی کردی. اگه این ویدیو برات نوازش آمیز بود، با دوستات به اشتراک بذار، چون هممون به یه جمله خوب نیاز داریم، حتی اگه نمیدونیم چقدر. تا اپیزود بعدی خودتو بغل کن، چون تو ارزشمندی.